میگم خودت تاقه زندگی میکنی خونه دا؟ نه، در این خونه بغیر از من 2 نفر دیگر کارگر هست. یک تایش بابوی جهانگیر، آن را بابوی جهانگویی خوشش می آید و دویمش این محبت پیش خدمت خانه می باشد. وی حالا نیست. وی را جواب دادم در خانهش چه کاری مهمی داشته است. بابوی جهان باشد در همین جا. بابوی جهان، بابوی جهان. لبای من حاضر می آیم. جهانگیر؟ بله بابوی جهانگیر. السلام علیکم. علیکم سلام. السلام علیکم. السلام علیکم. نام امام جهانگیر است. ها خوب، بسیار خوب. در طرفای خودمان بسیار جخ پیلوس میگن. بسیار خوب. نام شما هم جهانگیر؟ جهانگیر، درست گفته. جهانگیر. بابا جهان. خوش آمدیتون. نغزی هم نام. شما هم جهانگیر نام دارید؟ نه، نوی مام گرگالی. ها بسیار خوب، بسیار خوب. خوش آمدیتون. مرحمت گیریتون. ناز کردید که شناس شدید. اکنون کارها زیادن. از پس کار شوید. مایلش. خوب شده است. خوش آمدیتون. یانگا؟ جهانگیر؟ تو در نیستی شب در اینجا چیکار میکنی؟ مرا خوام نبرد راستی گپ کیف ناسم اومد. پیش بابای آمدم که بابای هم نبوده. ای خدایو، تو همه رو تلخ کف کردی. بعد با خونه شایی سوسو تگرو کردم که یک کساش خناس یافتم. گفتم اگه کیف ناس ما بگیرم اوخی. آخی اونو چی خیلی میگن که مارگزی در خواه میبره و آدمی ناسیره نه. ما چی کاری کردگیم بود؟ بابای من حاضر. همی چدی؟ من حاضر. لباسایم را ایواز کنم میبرایم. حاضر. مایلا ما را تار کده. نه خود زنک بخیز اسمی شوش تو دوی کنه ای داگی جو توری میگیره. نیمایی را خیلی نمیمونم مولی. مایی را چی کار میکنم؟ بابایی چای داره؟ داره. در همون چایnik چای هست. ما یا چای نوشم؟ لیکن چای من منوشدگی چای کبودی تلخ است. تلخ. میدونم اکه من با خدمت چی هستم. من با چمانچه چایش در گردن نمیتونم. نوش جان. سوه تاکوش تا؟ کی سوه تاکوش؟ ای روزای چی خیلی سوه. ای بابای چی خیلی چویا. من گفتم که چای منوشدگی من چای کبودی تلخ. نه کمام آن چماچه چویش در گردن نمیتونم. نه که خیلی چویه خیلی بچه. من برای خودت میگم داولی یاشی بالی پیرت از یوف کنه شبی. نشدی؟ من نشیدم چویا. ای قان تا بزن. کنی چای چی خیل؟ چای چی خیل؟ چای تلخ نوش؟ سلام علیکم. و علیکم سلام. زنک خیر مایلش باز زنگ میزنم. مردک ایجا بیا. گفتم که دیرترک زنگ میزنم. بجو. چی است؟ کبیره اوی پومه در او پیشتوی مرا مساج که مرا پوم در کدیسته.
چی؟ بیا وج نکه درو همه گفتنه تز همون کورا بکیه همی زنک باشه گپ تا بگیره و همی زنکی باشه در شوش گپ نگردونه یا روحت شبینیم زن باشه یا ملوین باشه هیچی خیلی ایته نه آنم خی آنم در دست جونم میشیده که تو این هنر رو هم داشته آنم خی دست جونم دچلی کت صدقه جونم صدقه ای دستوی ملوینه وی اما دست بمبرمه بیهیجدم دست دیتا روحت های میشیده کنمی تا جونمه افز کیف بسای بگون وی بچه تو این هنر رو داشته زنک با بر وقت نمیگی خای انا دستو توزه کو تو چی خالی پشتوی مرا شکیدی با پود شکیدی سلام علیکم اومدی همنون خوب کردی بابای لبای یک درد دارم کی این چی خیلی درد ما اول فکر میکردم که تنها جوره این بعد نه که ما دیده ایستادم وایره ما هم قد دوست میدارم کی ما اول در رو نفهمیدم ما خیال میکردم که ما تنها جوره ایم نه میفهمم که ما وایره دوست میدارم بین ما مهر محبت های حالا تو جوانی عشق و محبت رو از کجا میدونی؟ بابای در همین جوانی میفهمی مهر و محبت ها حس میکنی نه فهمیدم که ما عاشق شدگی بودم نه فهمیدم هر یک گپا میگه هر یک سخنو میگه خنده هاش مرا مفتون میکنه خیلی بابای خنده ها شبیه اخی مرا مجنون میکنه مجنونی شیدا میکنه تو جونم دچلی کت صدقه یک گپا یک سخنوی میگه دل ما او میکنه جگر من ریش میکنه در زبان شیرین صدقه میبینم چه خیل میخندد همین میگویم که از این رفتار شما اگر پدر و مادرتان فهمند چی میگفته باشند؟ او چی میگفته باشند؟ او خرسان میشن البته توبه کردم خرسان میشوند عجایب اویلا بابای دیده استم که داری خونه هیچ که ما رو فهمیده نمیتونه میگه ما دست بگیریم و برم دیگه دولت راست گیرو با یورو پرویتون اونجا شما هم بر این خیلی بسیارن همنوم فقط تو مرا میفهمی تمام در دنیا دا یا چی گویم بابای همیشه هوا خوام نمیبره تا عشق خودم ده قویل نشم کو دیگه نمیتونم میرم عشق خودم ده قویل میشم هیچ گپ نه نزدش رو رازی دل گوی اظهار عشق و محبت کن راست میگی بابای چشمات معلومه که تم امره ما بریم عاشقی چی بلا توبه گویی راست گفتم من خانه آباد دارم زن و فرزند دارم انا با قریبی نبیره کلانی ما به شوهر میدیم من خیلی شما را نفهمیدم مایل خیلی همنوم همنام نگویی شرمنده کردی آخر برای چی؟ تو را از اول نفهمیدم بابای چو کردی شما
من ساز خودت چیکار کردی؟ ای بابای مایا درد دارم کی چه خیلی درد. من درد شما را میفهمم. چی؟ تو اکجو میدونی؟ نو همو جفتی مناسبت آمده راز دیل کرد، عشق و محبتش گفت. چیکار کنم گفت؟ من گفتم که هیچ گم نه، نزدش رو اظهار عشق و محبت کن، به عشقت قایل شو گفتم. بشخی همه همین رای همون دعین موضوعه بده گوشو چش نویدی؟ ها چی؟ موضوعه؟ ها وای جهانگیری گفت. او چی؟ چه خیلی جهانگیر؟ وای گفت که ما همدیگر را خیلی دوست می‌داریم. گفت حتی گفت پدر و مادرمان خانواده امان هم راضی هم. گفت بابای گپویت گفته استی تو ای حد بزنوندی گپویت در جوچو نمیشوه. این رفتار و کردار شما، عشق و محبت شما هیچ نکی در معنی من جا گیرند. چی اومد؟ اینه کنی وای؟ خانه رفت. خانه رفت؟ تو را کافتنی رفت. بیاگانی ما برام یا بینم شا شخالی رو خانه رفت. یه صدقه آدمگری شویده با جوان مرده. ассалому алейкум бобой. хов надорӣ чӣ бало? таисми саҳар лапутка ба даст шидӣ? کدام به عقل شب در پس دیوار قضای حاجت کرده است. رفته گرفته پرتایم کسی نبیند. ای بست ای بی تمیزه. бобой хай кадай накадай гап байни хидмон некрасивая охи. хай кадай биги парту ягон ҷои западбуш неста? خیلی خیل بگم دم قشلاق ما یک تایم اخی راستی گپ زلطویم. راستی گپ میگردم هم قشلاق مونده گرد و گذرا مونده همه دختره هم قشلاق میبینن میگن اوه کرافاس چی اومده. کرافاس چی؟ شاید کراسافچیک باشد. ها بابای چی کار کرده استی؟ همین زمین ملایم کنم. ما می خود دیا گپ داشتم نمیدونم بگم یا نگم. چی گپ داشته؟ همون رفیقت آمده همش را گفت. من شما را نقص فهمیدم. او نه ما یک گپی اللهی داشتم خود دا بابا. چی؟ خیلی این گپی اللهی دا کنی گپ زن؟ اوخی وای کنی؟ چخه بگم اکتا؟ گپ زن؟ خیلی گپی اللهی دا وای بابای تو میدونی ما اگر سه دیلمه داشتم کو همو هر سه شکو فقط بروی خودت. او مایل اخی ما گفتم که اخی ما یک گپ دارم تمام حال. یه صدقه آدمگری شویه. بابای جهان چی گپ شدی؟ ویا بیننه میگوید که اگر من سه دیل میداشتم هر سه دیلم را فدای تو میکردم میگوید. دید نخواد همین گپ را در روی من گویی. من به شما چند بار گفتم که به من گپی زیادتی نگویی. من مانند شما نیستم فهمو؟ گرگالی اخی ما دخترها را در نظر داشتم. اخی تو نخود بیایی هم مشافهدی کلان دم خیلی بگیه.
بچیوشه نه باورم نمیآید. باورم نمیآید نه باورت بیایه ها. راست رفته پیش هم مصطفیت گفته که اگر من 3 دل می‌داشتم برای تو میزد. خیلی مایلش بعد دوامش این نیکم با همین صغیر زنگم زده. کی است وای؟ یا صغیری بکر خوجا. ای در همه قشلاق هید میگرده. ای چند سال بود نبود. نه واقعا راسیای مسکو اومده. این بین تو بانجا اومد. و ایجاره کی خیلی جزیر کده باشه؟ یکو کسر تروشیده باشه. و ما حیرانم ایره بیه توبه تمیزا ای صدقه آدمگری شده همه جا را رسوا کرده. یک بار با تازگی رعایت کنه نمیشود ها؟ ای در پشت خانه کار کم بود که اومده همه را رسوا کرده. ای اگر در دستم افتی من میدونم با تو چی کار کنم. بابای جهان؟ ها من شما ای؟ با کی میشو در این صبح سحری؟ چی گپه تینجه ایتا داد زده استین؟ ها تینجی گفتم در همین پسی خانه یک تربوز کارم. خیلی مایلی براری کارت مایلی ایجا جزیری باد کریانی. چو کردی؟ چی؟ این سر برما خسته ها خوب باشه هر وقت همه دیر میموندی. این سری من تماما دیگه خیلی دورشیدم. من این سری خیلی اصلا بوشیدم. نمیبینیش خیلی؟ این نمیبینی پوگیزه دراو کدگیم. بعد دراو کدم بودم خیلی بگردی کم شده ستا برو. ایه داری بانه را تو جزیر کدی؟ میبینیم همه کموی سر و قیل و پیل باقت می همون قصر را تو رو شیده ده اونجا. و با جزیر کدی همون توزه را نکنی؟ ما چی توزه میکنیم؟ این خونه پیش خیزمت داره؟ کیه اتده با پیش خیزمت؟ محبت چکوره؟ و محبت دم تا همه که میره چیزا جایی که تو جنگل کردی اون رو میره و توزه میکنه. و خیلی توزه میکردی بعد دیگه محبت نگو. او ینگر میشه و ینگر جان بگو. من نکنیم ای مالی همش ستانو باید جوستی؟ ستانو؟ خیلی آدم جوینده یوونده و نه تنها اینجا پوگیزه دراو کدگیم. چی؟ ایه؟ این قفا افزودار همارا دو بستیه حمدی گرگاک با تو مرا عیاد نبروری. من دیلم نکشیده سایقتیم اودام چی با ما برم؟ تو میدونی مرده کیه؟ کیه اوخی؟ من خودم باید او من خوبش بهترش خودش بگیر تا کیه ولی با میفهمی گرگاک برا ساز کشیدی مرا عیاد نبروری دوستم. خیلی احتیاط کن. خیلی نمیرو مامه دنیا زنگ بزن.
میام که 3 ساعت ایستادیم بیزار میشه اینا بعدا لوخی شوتایی چیکو کنن نفهمیدم همه آدمو رفت این نبر اومد اینجوری نفهمیدم چیکو نکرد هم اومده باشه نه اومده باشه ای همنو مایه بابی جهان یه همنو همونجا دیدم شناختم تو نراستی گفت همین رو تو شیرینی کرد سلام علیکم بابای جهان علیکم همنو چخیر خوب هستی؟ اینجا هستی کارکا خوبه میدیدیم دا در اینجا سرگردم در اینجا راستی گفت یک جوره جیگری دارم اگه جوره چند خیل بشوان کو شما در اینجا نه برای خبرگیری آمدم گفتم یک شهر تماشا کنم هوای شهر نفس کشم بهتره جهانگیره همنامه نه به حضور گفتم که یک جوره همین جیگری دارم همون را نگاه دارم این آمده خود این گفتم اومده جهانگیر دوستم کرکا جوره جیگری سازی جوره جانی سلامتیات خوبه سازی تیجی خوش آمدی بچه کجا شدی تو هم آدم ها بر اومدن نیستن که تو بیایی ما همش ما فهمیدیم که اومدن این یه شب خواب بودم یه روز دیگه باور میکنی قرار خوش آمدی مرا باور که خواب نمونده ترم میبینم گفته خطی خسرت نگم خطی اتاق گم زده بودم بگو بربخ رفته گه دیگه انتظاری را مردم خوش آمدی ای اوجا خطی همین جوره هم بدم و هم اومدن رفتن اگه خیلی و جوره میدونی که خط جوره اگه با جای دیگه اوجا بایا با چی را گفتنی بدم خود تو اومدی خودم توخه اومدم نه که اینجا بمیدنی من کی را دیدم در اینجا بابای جهان چیه؟ کجا شدی مصفه؟ آیا بدنام کرده در که نوبت شهر رسید خدا گیرد خودت همون جوره جگری تا